ببینید باز رسیدیم به سمت دیگه کارمون و این انحنای کار هست. این گوشه کار گفتم اینجا ستایی میخوره، دوتایی، ستایی، دوتایی، ستایی. ولی توی اینجا نگاه کنید سایز بزرگتری که شما دارید بافت میزنید، فاصله بین این سه پایه هایی که ستایی چند تاست؟ 1 2 3 تا پایه است. پس 1 2 3 تا پایه و شما باید حواستون به این نکته باشه. ببینید حواستون باید به این نکته باشه که اینجا پایه های ستایی که شما دارید فاصله که هست زیادتر هست، ولی خب تعداد ستایی تو هر دوتا یکیه. تو این هم ما 3 تا پایه ستایی داریم، تو سایز بزرگتر هم 3 تا پایه ستایی داریم. این رو حتما حواستون بهش باشه که اگر میخواید کارتون بیشتر از این افزایش بدید، چین میخوره. ما میخوایم چین رو افزایش رو کنترل شده انجام بدیم. خب پس اگر بخوایم که ابعاد کیفمون بزرگتر باشه، عمق کیف بیشتر باشه، تعداد رجع هایی که افزایش میدیم رو میایم زیادتر میکنیم. اول کار هم یعنی 2 3 4 رجع اول احساس میکنی که کیفتون حالت اینکه دهن باز کرده، به اون در واقع اصطلاحی که استفاده میکنن. ولی خب افزایش کار که قطع میشه، چند رجع که شما بافت میزنید میاد بالاتر، که فرم خودش رو پیدا میکنه. فقط حواستون باشه که چین نباید بخوره، موج نداشته باشه. افزایش ها اگر حالت صاف باشه، حالت باز شده کار باشه، دهن باز کرده باشه، مسئله‌ای نیست. ببینید این گوشه سومین پایه زده میشه و من خودم سوراخ کردم، یه ذره سوراخ ها کیپتر هست. خب حالا ابتدا و انتهای رجم رو ببینید، قلاب رو از کجا وارد میکنم، میگیرم میکشم بیرون و جمعش میکنم. این شد دوربافی کفی کارمون. یعنی شما هر سایزی، هر بودی از که در واقع کفی کیف رو شما بخواید دوربافی کنید، دوربافی شما به این صورت هست. تعداد پایه های ستایی شما 3 تاست تو دو طرف کارتون، بقیه پایه ها دوتایی هستش. نخ شما اگر ضخیم‌تر بود یا این 5-6 سوزنه بود، اون موقع افزایش پایه های شما باید کنترل شده باشه دیگه، با توجه به نختون که در واقع این دوربافی کار به همین ترتیب صاف بیاد.